تعلق و دوستی مسلمان به همراه کافر 4 حیثیت داره. به شوق بگوین چند حیثیت داره؟ 4 حیثیت داره. مفتی محمد شفیع رحمه الله در تفسیر معارف القرآن و در فقهی مسائل و در دیگر کتابای خود این موضوع را می آورد به حواله حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله تعالی علیه که میگه 4 حیثیت داره این دوستی و تعلق یک مسلمان همراه کافر. اول موالات، مواسات، مدارات، معاملات. اولش موالات است. موالات آن تعلق و دوستی یک مسلمان همراه کافر که از محبت باشه و محبت قلبی باشه، اینا میگن موالات. محبت قلبی یک مسلمان همراه کافر، اینا میگن موالات. حکم موالات مطلقاً حرام، بالکل جایز نیست با هیچ نوع کافر اگر حربی بود غیر حربی بود، هر نوع کافر که باشه به همراه کافر محبت قلبی حرام است. همراه کافر محبت قلبی چیست؟ یگان تا همراه امریکا و یا همراه اسرائیل و اظهار محبت میکنن. اظهار چی میکنن؟ محبت میکنن. این را بفهمین که بسیار خطرناک است. محبت همراه کافر به هر نوع کافر باشه این حرام است. و من یتولهم منکم فانه منهم. در قرآن عظیم الشان پروردگار می فرماید کسی از شما با این کفار موالات، محبت، دوستی بکند، دوستی قلبی، محبت قلبی، از همان جمله حساب میشه. در روز قیامت از همون جمله می باشه المرء مع من احب. در حدیث می آید انسان در روز قیامت در صف و در قطار کسایی می باشه که در دنیا با کسی محبت داشت. اگر کسی با کافر محبت داشت در صف کافر استاد میشه. اگر که امرای مسلمان محبت داشت در صف مسلمان هست. این موالات با هیچ نوع کافر جایز نیست، مطلقا حرام. دوم مواسات. مواسات میگن همدردی. این جایز هست که یک مسلمان به همراه کافر همدردی و مواسات داشته باشه، خود شرطش ایست که مواسات همراه کافر حربی نباشه. کافر نباشه که توفنگ گرفته در وطن تو، اما در وطن تو رو اشغال کرده و تو همراه ازو همدردی میکنی. ایره باز همدردی نمیگن، ایره چاپلوسی میگن. ایره چی میگن؟ نامیزی چاپلوسی. ایره باز همدردی نگو. همدردی به این معنی در منډی به طور مثال یک هندوس دکاندار است، سیک است، در منطقه ما هست، نه در دانباغ ما هست. یک هندوس سیک هست، حربی نیست، اما غریبه، چیز نداره، میبریش شفاخانه، میبریش یگان روز رو میمان میکنی، یگان پول کمک میکنی امرایش، تا موتر امرایت برابر شد پولش میتی. هدف و مقصد دی مواسات ای باشد که ما همراه ازی به طور اخلاق، به طور روش پیش برم که ایر از اخلاق خود متأثر بسازم شوه که مسلمان شوه. به این شرط جایز است که ما همراه کافر اخلاق میکنم، کمک میکنم، میمان میکنم، دوا میگیرم، همراهش قدم میزنم، خاص به خاطر ازی که از اخلاق ما متأثر شوه که مسلمان شوی. بسیار نیت خوب، الله برد اجر و پاداشم میتا. خود شرطش ایست که کافر حربی نباشه. سوم مدارات آن دوستی و تعلق را میگن مثل که دولت ها تعلق دارن. به طور مثال امارت اسلامی همراه روسیه تعلق داره، یا همراه امریکا تعلق میگیره، یا همراه یک مملکت دیگه کفری تعلق میگیره. به خاطر روابط حل مشکلات و ای که دوجه کدام مهاجرین زندگی میکنن و حل مشکلات ازوا، این ضرورت دنیا، ضرورت وقت است که ای تقاضای وقت است به خاطر زندگی در دنیا که با هم این ممالک یک روابط خاص داشته باشد. دیپلماتیک میگن، چی میگن؟ اینا میگن مدارات. تاکه از شر از خود نگاه کنی، تاکه از شرش خود نگاه کنی،
از شرش با امان باشی، یگان تعلقات با نیت به همراه ای کفار یه مشکل نداره. و چهارمش است معاملات. معاملات به این معنی شراکت همراه کافر در تجارت، او را مزدور خود گرفتن، همراه از او در دکان در رستوران مزدوری کردن، این جایز هست. خو یک شرطش است که کافر حربی نباشه. کافر حربی نه، غیر حربی باشه. به طور مثال یک مسلمان است همراه یک چینی شریک است در یک کاروبار، هیچ مشکل نداره. در یک دکان شریک است، هیچ مشکل نداره. کافر همراه خود مزدور گرفته، هیچ مشکل نداره. خودت همراه کافر مزدوری میکنی، هیچ مشکل نداره. خو یک جزئیه را مد نظر داشته باش. مزدوری یک مسلمان، کار کردن یک مسلمان همراه کافر در امور جائز هست که کارها در دین و در شریعت ما ناروا نباشه. در دین و شریعت ما ای کارها حرام و ناروا نباشه. علی مسئله واضح شد. شراب فروختن در دین ما رواست؟ جواب بگوین رواست؟ نارواست. دی تو کاروباری که شراب دخیل باشه، مزدوری مسلمان، شراکت مسلمان، کار کردن مسلمان همراه کافر جایز. هتل در رستورانتی که گوشت خوک فروخته میشه، در او تو جای مزدوری مسلمان روانی جایز نیست. اگر کدام جوانه و مسلمانای مدعی اخته باشن، کوشش کنن که با یک راه برآمد به خود سنجش داشته باشن که یک کار دیگر به خود پیدا کنن و از این کار خودداری بکنن. مزدوری همراه کافر جایز است از روی مجبوریت. از روی چی؟ مجبوریت. و هم به شرطش که این کار در دین و در شریعت ما حرام و ناروا نباشه. اگر در دین و شریعت این کار حرام و ناروا بود با جایز نیست.